oilai ساکن نوای فردوسی شهر دوشنبه با گمان دزدی پولهای قصورش دستگیر شده است. مرد 54 ساله ساکن دوشنبه قبلا به مقامات خبر داده بود که ماه فوریه سال 2021 شخصان نامعلوم به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 250,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. وزارت کارهای داخله گفت هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را کلین این مرد جوانزن 19 ساله صادر کرده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. به کلین برای دزدی از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. روز 20 ایون ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا سلطانوف قاسم جان سال تولدش 1986 ساکن جماعت کلینینی نویه بلخی هنگام حرکت کردن از شارع دوشنبه 5 پایان در حدود جماعت فرونزه نویه بلخی دوچرخران اشمرادوف عبدالجبار سال تولدش 1968 ساکن جماعت فرونزه را که از کنار راست راه حرکت میکرد پخش کرده است. در نتیجه دوچرخران در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت راننده اوپل از عهده اداره واسطه نقلیات برآمده نتوانسته است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.